بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و مادران عزیز، هموطنان و همزبانان عزیز، هر کجای دنیا باشید، صحت و سلامت باشید. امروز میخواهم درباره خوراک سومالک یک صحبت کوتاه همراه شما عزیزان داشته باشم. چه خیلی میدونیم ما در عرفه جشن نوروز هستیم و مردم همه با پختن سومالک یا تیاری برای پختن سومالک آواره هستند. و بعضی خواهران سوال کردند که آیا این خوراک با اسلام رابطه دارد و بعضی دیگری هم گفتند که ما از بعضی استادان شنیدیم که این خوراک کاملا شرک است و نباید نه پخته شود نه خورده شود. و اینجا من میخواهم نظری البته بنده رو همچون یک طالب علم، البته هرگز نمیگویم عالم، همچون یک طالب علم در این باره گفته باشم. درباره جشن نوروز که به اسلام هیچ رابطه ندارد و پر از گناه است، از رقص و از بازی و از اطلس پوشی و از سرود و از ریختن مردم به کوچه ها. من یک نوار سال گذشته داشته بودم که می توانید از آن استفاده کنید و نمیخواهم سخن را درباره نوروز اینجا از نو دوباره تکرار بگویم. عید نوروز من الکی یک برنامه دارم. اما درباره سومالک عزیزان، درباره سومالک اگر همچون یک خوراک گویم، یک خوراک عادی که از ریشه گندم تیار می شود و خیلی فایده آور است، چون از ریشه گندم تازه تیار می شود و در داخلش هم خیلی محصولات کم است، آب ریشه گندم و دیگر روغن و ارچ خیلی که میدونیم. همچون خوراک اگر نگاه کنیم هیچ باکی ندارد، همچون یک خوراک مثل آش پلو یا مثل اتاله عادی یا یک شوربا، همچون یک خوراک میپزم و میخورم، چون هم با لذت هم هست و هم کم محصولات هست و این چونین فایده آور هم هست، چون از ریشه گندم است. گفتیم این باکی نیست انشاءالله. اما مردمی که اکثریت در آسیای میانه و حتی در افغانستان و ایران این خوراک رو میپزن، ببینیم که چقدر خرافات ها رو به این خوراک آمیخته کردن و حتی بعضی ببخشید شرک و بعضی کفر رو. از اگر خرافات شروع کنیم، بعضی ها میگن این خوراک حضرت فاطمه هست، یعنی این خوراک رو رابطه میدهند به دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم فاطمه رضی الله عنها، در حالی که در یگان کتاب سیرت، در یگان کتاب حدیث و مسند پیدا نمیکنید که حضرت فاطمه این خوراک رو پخته باشند. یعنی این خوراک رو یگان عرب ها درباره‌اش یگان معلومات هم ندارن. اگر این خوراک در حقیقت از عرب ها و از دختر پیامبر بود، مردم از این حد اقل آگاه می شدن. یعنی این گپ که این رابطه به دختر پیامبر دارد کلن دروغ است، کلن یک خرافات است و هیچ اساس ندارد. دویما در اکثریت مادرها یک سخن است که به پای طهارت نزد دیگ سومنک نآید، گویا که این خوراک یک خوراک مبارک است، در اطرافش فرشته ها هست و ملک هم از چند ملک و چیزهای دیگر میگویند به نزد این خوراک بدون پای طهارت نآید. این هم یک کاملا بدعت و خرافات محض است که این یک خوراک عادی است، مسجد نیست که به داخلش بدون طهارت داخل شوی، یا یک جای مقدس دیگر نیست، یک خوراک عادی است. به یگان خوراک به طهارت بیا به طهارت بیا در اسلام، یعنی یک خوراک مقدس وجود ندارد که به طهارت به نزدش آیی. حتی آب زمزمی که میدانیم اینقدر دربارش حدیث هست، انسان به طهارت است و به طهارت است از آن نوشیدن میگیرد و اینجا با پای طهارت بیاید گفتن هم یک کاملا خرافات یا گپی بافته مردم است. چیز دیگر شرکایی که در اطراف این دیگ سومنک می شود. ببینید عزیزان، در ما از گناه های خطرناکترینی که در شریعت هست و انسان اگر توبه نکرده، اصلاح نکرده، وفات کرد، برای او یگان صدقات و یگان حج و یگان عمل فایده نمی رساند، این شرک است. چون این وعده الله است که میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله شرک رو هرگز نمی بخشد، البته کسی که آمیخته یا آغشته شرک شد و توبه نکرده وفات کرد. اما دیگر گناه ها رو کردید و اگر توفیق توبه در شما نباشد، هم اگر الله بخواست و به رحمتش شما رو بگیرید، شما رو میبخشد. برای همین مسئله شرک مسئله عادی نیست. و درباره اینکه شرک سبب کمبودی در برکات و زندگی می شود، ناآرامش دل می شود و چقدر خطرهای دیگر دارد، انشاءالله در موضوعهای دیگر قطعاً صحبت میکنم. اینجا ببینید چرا من میگویم بعضی شرک ها در بالای این دیگ می شود. اولا
بنده خودم شاهد عین بودم و شاید هر یک نفر شما هم شاهد بودید. در سر دیگی سوملک میگویند ارزوهایت رو بگویو سنگچه یا چارمغز به دیگ پرتاف کن. یعنی گویو که ما ارزوها رو اگر به سنگچه گفتیم و داخل دیگ سومنک پرتافتیم، ارزوهای ما عملی شده است. بعضیا میگویند کسایی که بدبخت هستند یا صاحب فرزند نیستند، اون کفگیر دیگ رو گرفته ارزوهایشان رو گفته دیگر دیگ رو آمیخته کنن یا بیکوون که ارزوهاشون برآورده می شود. یعنی مگر این شرک بر علا نیست که انسان دعایش رو، ارزویش رو، تمنایش رو با دیگ سوملک کند، با خوراکی که آمیخته کرده ایستاده است. نه گفتن نه این خوراک مبارک است، در وقت پختن این خوراک دعا اجابت می شود، که این بدعت محض است. اما نه، من ارزویم رو به سنگ گفته داخل سوملک می پرتویم که ارزو می شود، ببخشید عملی می شود، بر علا شرک است. الله میگه فلا تدعوا مع الله احد، هیچ کس رو دعا نکنید، به کسی دعای خود، خواسته های خود رو به جز الله نبرید. حتی به نزد کعبه هم که مردم رفتن به الله دعا میکنند و آن را هم چون در حدیث آمدگی هست که دعاها اجابت است. اما دیگ سومنک به دعا هیچ رابطه ندارد و شرک محض بر الله است. هر کسی که میگوید ارزوهایت رو میگویی و دیگ سومنک رو تکان میدهی یا میکوی یا اینکه سنگچه و چارمغز داخل او روان میکنی. و چیز دیگر که البته میدونه دایره زدن و رقص کردن زنهای مردها و آتش گران کرده بالای آن، دیگر از این طرف تا اون طرف پریدن که تماما آتش به زردشت ها رابطه دارد. اگر یک سرگرمی و بازی گفتیم که دیگر این هم یک بازی خطرناک است، اما نه با ارزوها پریدن این طرف و اون طرف هم یک شرک محض می باشد. اما همچون یک خوراک، خواهرانی که در مهاجرت هستند، در روسیه هستند یا در دیگر جا، میگن ما همچون خوراک میخوایم بپزیم، چون از خوردی همین خوراک رو خورده ایم، دیگر دوست میداریم. اگر همچون خوراک پختید، هیچ رابطه ندارد به نوروز، هیچ رابطه ندارد به آشگوی و حضرت بیبی فاطمه، فقط گفتید یک خوراک هست، خوش لذت، خوشمزه هم هست، از آب گندم تیار میکنم، باکی نیست انشالله، برای اینکه شما همچون یک خوراک آن را برای خود آماده کردید. اما همچون خوراک مبارک که ثواب دارد، فرشته ها می آیند، یا اینکه خوراک حضرت فاطمه، یا دعاهایت رو در وقت پختنش و کفتنش و دیگر کارهایش بکن، انا اینها کاملا بدعت است، کاملا بدعت است و حتی بعضیش خیلی گفتم شرک اکبر است که انسان رو کاملا از ایمانش جدا میکند. این بود عزیزان از صحبت کوتاهی من همراه شما. موضوعهای زیادی دیگری هست که میخواهم همراه هموطنان، همراه خواهران و مادران در میان گذارم، درباره‌اش صحبت داشته باشم که زیادی از شما هم طلب کردید. انشاءالله با امید اون که پروردگار در عمر ما، در وقت ما برکت دهد و عملهای خالص بیریا رو به ما نصیب کند. شما را به الله میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.